اکنون فرصتی هست که یک لحظه هم نوشیدن چای رو فراموش نکنیم. با همان اشاره همکاری ما عبدالستار نسیم و بیاد اکنون با بسیار حالت هیجان و احساسات و صمیمیت توجه میکنیم به رقابت تقدیرسازی میدان امروزه در نیروسنجی جفت دوم چهارک نهایی که میان بودبول و ورزشگر تاجیکستان سامان محمدبکov شروع میگردد. خیلی خوب، سامان در این لحظه های اول نیروسنجی هم جرأت و توان خود را خوب نشان میدهد. بسیار احتیاطکار باشد که بودبول از بند و اسلوب های خیلی زیاد جدا برخوردار است. با اصول سر کتف و چند روند دیگری با موفقانه در جریان نیروسنجی ها تجربه غنی هم دارد. و پهلوان ما البته در این لحظه ها از بالا داشتن یک حرکتی باز هم رقیب رو تحت نظارت خود باید قرار دهد. بله، با حالت استحکام نزدیکتر می شود، پای رو هر چیز زودتر بیرون کند. آنگاه واقعا هم به همان لحظه مناسب و سر وقتی ورزشگر تاجیکستان باز هم ما خواستیم این لحظه رو اکنون با هم ببینیم اما نتوانست. سامان محمدبکov بودبول که این مرحله ها را روندهای آموزش مرکب مربیان رو پهلوان 29 ساله اسرائیلی به خوبی گذشته است. خیلی خوب یک حرکتی سامان محمدبکov هم باز نزدیک به امتیازی و زری داشت. این هم خیلی خوب است. دو کوششی بهتری پهلوان تاجیکستان را ما در این جریان مشاهده کردیم. اولا به عملکرد پرتری، دیگر باره با همون کوششی که چون هفته دو صورت افزایی لازم بود اما اندک توقف بود. خیلی خوب، قناعتمندیم از این لحظه هایی که پشت سر شدند و اکنون باز هم رقابتی دوم چهارک نهایی را با هم میبینیم. سامان اکنون از بالا اکنون وقتی که باز هم حرکت دیگر را اما بسیار فشار را در مقابل رقیب خوب بر راه مانده است. نظارت را هم جدی بررسی اینجا هم خوب رعایت میکند. دستی چپ رقیب را ببینید چه که اون فشار می آورد که کاری انجام دادن نتواند. اکنون او از بالا باید که چون گفتیم اشاره، اما در روند مبارزه سامان با حرکت های خیلی کنار راست و چپ اعتبار خوب داد. یک بار به سمت چپ و دیگری بعدم به کنار راست. در مجموع چون 2 دقیقه سپری شد، افضلی ملکه پهلوان تاجیک و آمادگی جسمانی ورزشگری کشور را مشاهده کردیم. 1.5 دقیقه دیگر ثانیه سنج ارگش محمدبکov توصیه می دهد که جدی‌تر مناسبت کند. سامان به سهلنگاری راه ندهد. بولبول نفر تصادفی نیست، بسیار هم استعداد فوق‌العاده دارد. بله، از بالا همین لحظه که اکنون چون از بالا گرفت اما وضعیت باز هم در روند مبارزه دیگرگونتر شد. حالت رو به همان عملکرد پرتری برده رسانیدنش بسیار هم مشکلی رو با وجود می آورد. بودبول حالا این لحظه ها هم باز فشار را و جریان نیروسنجی را تحت نظارت خود میگیرد. چگونه که سامان محمدبکov این کار را انجام داد دقیقه آخرین. هر دو پهلوان هم ارزندند. اگر یک قدم دیگر به پیش از بالا داشتن در وقت ضرور بود
این کار انجام نیافت. اکنون پهلوان میزبان یک حرکت دیگر اینجا انجام داد. بودبول اکنون از بالا داشتان رو در این روند پشتناکی میخواهد پرتافت انجام دهد، موفق نمی شود خوشبختانه و دیگر بار به مرکز میدان دعوت می شوند. ورزشگری 29 ساله اسرائیلی اینجا هم اکنون به همون خاطری اندک پسیوی ورزشگری ما که گوشتی نگرفت شیدا میگیرد. یک بار اگر از همون قسمت بالایی رقیب کوتاه‌تر دارد، اوه وضعیت باز هم این یک حرکتی باز هم غیر چشم داشته پهلوانی اسرائیلی بود. ده ثانیه دیگر سومون بیشتر تا جای ما میدانیم از بالا. انا همین از بسیار اصولی دوست داشته و معموله که اکثر غلبه ها را توسط استفاده همین اصول سومون به دست آورده است. با امتیاز طلایی اکنون توجه میکنیم در وقت لاوگی که چی کار انجام می‌یابد. سومون اولین شده باید همان طرز درستی داشتن خود را عملی سازد، چگونه که اندک پیشتر از بالا داشت و اکنون وقت و انجام رسید و بعدا باز هم نیروسنجی رو از نو شروع کردن. اثر یاسین رقیب داشته است از بالا. چند دفعه گفتیم ببینید حرکت های پهلوان میزبان چون از جهت تکنیکی تا اندازه تفاوت دارند، یعنی کسبیتش بلند است. در هر مورد دیگر طرز رو میخواهد که با شکل و اسلوب خاصی همین حرکت هایی که قبلا داشت در مسابقات دیگر اینجا هم از همین اصول ها میخواهد کاری را به نفع خویش انجام دهد. نمیگذارد که سومون از بالا دارد، از پشت گریبان، چون که خوبتر میداند بودبول الکی ورزشگری ما را هم خیلی میداند و این حرکت رو باز هم دیگر باره پهلوانی دیدید نهایتا هم آخرین لحظه ای که در به دست آوردن امتیاز طلایی تلاش کرد بودبول این کار هم خاتمه داده توانست. تاسف ایستادگی کرد تا به این نقطه میدونست که از یک طرف داشتن و کاملا خود را به کنار دیگر وانمود کردن بسیار خوف و خطر هم دارد. نهایتا حرکت را تا به آخر بود و وزری را به دست آورد، امتیاز طلایی را. اما این خاتمه کار نیست. ورزشگری ما برای دریافت مدال برنجی باید یک مرحله دیگر را خوب پشت سر کند.